حدیث روز از شبکه حکمت. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که از پیامبر الله صلی الله علیه و سلم شنیده است که فرمودند: به من بگویید اگر جای آب روان به دروازه خانه کدام یک از شما باشد و آن شخص روز 5 بار در آن غسل نماید، آیا چیزی از افلاسی به تنش باقی میماند؟ گفتند این 5 بار غسل چیزی از آن افلاسی را به تنش باقی نمیگذارد. فرمودند این مانند نمازهای 5 گانه است که الله با سبب آنها لغزش ها را از بین میبرد. روایت بخاری و مسلم. راهی راست و نجات هر یک مؤمن این سنت محمد صلی الله علیه و سلم است.